اسم شیعه است، دم از محبت علی میزنه، پشت ماشینش هم شاید خیلی حرفا قشنگ نسبت به علی نوشته باشه و حسین نوشته باشه، اما ازش میپرسی نماز؟ سیدنا حسین در ظهر عاشورا نماز با جماعتش با یارانش که جلوی روش قتل عام میشدن ترک نشد. زنان اهل بیت که به همراه حسین بودن در کربلا دیدن که شوهراشون قتل عام میشه، اما حجاب سرشون از دست نرفت، عفتشون از دست نرفت. زینب خواهر حسین، همسر حسین، زنانی که با حسین بودن تو همون کارزار کربلا مصیبت حسین رو دیدن، ولی مصیبت بی‌حجابی و بدحجابی رو نتونستن تحمل کنن. حسین تونست مصیبت علی اصغر، طفلی که در آغوش او کشته میشه رو تحمل کنه، اما مصیبت بینمازی رو تحمل نکرد. آقا شما این کارا رو میکنی؟ هر چیزی که تو قصر یزیده تو زندگی من بدتر از اون هست. والا یزید بله شرابخوار شاید بوده باشه، شاید هواپرست بوده باشه، اما یزید بی حیا نبود، بی حیا نبود. سیری مبتذل خونه نمی آورد، بی حیایی خونه نمی آورد، زنای روسبی رو به خونه نمی آورد. امروز مسلمان اما تو خونه شبکه زشت ماهواری، خانه شده لانی از آنتنهای ماهواره یهود و نصارا. مسلمان هم هست، اسمش هم یا سنیه یا شیعه. کارهای تو خانش میشه تو قصر یزید نمیشه. تمام شد.